اومیده پرسه تو را با آیت قرآن و گفته های پیامبر خدا درود خداوند بر او باد خوشدار می دهم. تو با نشر نوارهایی که با لباس های تنگ و نیم برهنه در شبکه های اجتماعی خود را به نمایش می گذاری، این عمل ها نه تنها خلاف آداب و فرهنگ ما مسلمانان است، بلکه سبب فساد و گمراهی جوانان این ملت نیز می گردد. آیا تو فراموش کردی مادر و مادر بزرگت چی نمود لباس می پوشیدند؟ چرا از او عبرت نگرفتی؟ چرا طرز لباس پوشی آنها را اختیار نکردی و طرز لباس پوشی مردم غرب اختیار کردی؟ با این طرز لباس پوشی فساد و بی‌حیایی را در جامعه پهن میکنی. مگر از اللهی که خلقت کرده نمیترسی؟ الله تعالی در آیه 120 سوره انعام میفرماید از کارهای زشت و بی‌حیایی هم آن چیزی که آشکار است و هم آن چیزی که پنهان است دوری جویید. آنهایی که چنین کارهای زشت میکنند الله آنها را برای کارهایشان جزا میدهد. این آیت به طور روشن ما را فرا میخواند که از همه گونه بی‌حیایی خواه آشکارا و خواه پنهان خودداری نماییم. اپی امیده از الله بترس. پیامبر خدا درود خداوند بر او باد نیز هشدار داده میفرماید کسی که راهبری بدی شود و مردم را به آن دعوت کند بر او گناهی همه آنهاست به آن که از گناهاشان چیزی کم شود. چون که تو با این عملهای خود فضای اجتماعی را آلوده کرده تربیت سالم جوانان را زیر خطر گذاشته ای. بجای تبلیغ و ترغیب عفت و پاکدامنی و تربیت نسل جوان فحشا و بی‌حیایی را نشر کرده ایستاده ای. جامعه ایمان نباید جامعه فساد و بی‌بندوبار باشد. اگر از این رفتار دست بردار نمیشوی منتظر عذاب دردناک الله باش.